و خدا کرد که با آمد گل عروسک نازنین در این خانمان همیشه شادی و نشاط پیهم باشد. و میگیم صدای تارانه آمد خوش آمد، صدای تارانه آمد خوش آمد و گردش جام می آمد خوش آمد و روی خاندان پاک دامن عروسی پی آمد خوش آمد. عزیزان دل، خدا کرد که آن همان کشتی بخت این دو نوجوان در همان بحر بیکنار زندگی کشتی بختشان به شکست و ریخت تا به ساحل برسد و میگیم ای عروس نازنین بر خانه بخت‌آور شوید، هر به یار خود از صدق دل بشوید، در لبانت خنده و زلف و تبسم کم مباد، صاحب ارزنده آن خانه و آن در شوید. عزیزان دل، خدا کند که همان کبوتری بخت این دو نوجوان در آسمان بی غبار زندگی کبوتری بختشان همیشه بلند پرواز باشد. چون میگویند عزیزان دل، مقصد از آمدن ما طلب دیدار است ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. عزیزان دل، به داماد عروس نازنین اجازت میدهید داماد عروس بنشینید و نغمه تخت شاهانه خود عاشقانه بنشینید، چونکه امروز این لحظه های زیبای مثال زندگی برای شادباش گفتن این خاندان و برای شادباش گفتن داماد عروس نازنین بهترین هنرمندان، بهترین نویسگران و بهترین نوازندگان حضور دارند که همه با اسباب‌های تکنیکی و نفسی و ضربی تحت راهبری هنرمند مردمی تاجیکستان، هنرمندی که با سرودهای عاشقانه و عارفانه خود دلیل مخلصانش راه یافته است. باید احترام و ایستانه دعوتشان کرده باشیم. استاد عزیز ارجمند نجیب الله سعیدوف، عزیزان دل بیایند. استاد نجیب الله سعیدوف میگیم